سلام و عرض ادب خدمت یک شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر. دیاکو مرادخانی هستم. خیلی خوش اومدید به 8مین جلسه از آموزش تصویری زبان آلمانی با کتاب منشن از سطح آیک 1. قبل شروع درس خیلی ممنون میشم اگر کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید که بتونم منم همیشه با انرژی در خدمتتون باشم. خب بریم با هم دیگه ادامه درس رو بخونیم. کتاب رو لطفاً بیارید. جلسه قبلی اعداد رو با هم دیگه یاد گرفتیم، کلی در واقع فعل با هم دیگه صرف کردیم. خب تمرین 5 رو فکر میکنم خوندیم، فقط هوغنش جاموند. هوغن تمرین 5 Aufgabe 5 hören 1:16. خب هوغنش رو ببینیم با هم دیگه گوش بدیم ببینیم کدوم هوغنش. خب لکسیون 2 تمرین چند بود؟ تمرین 5a 5a 5a. So, das ist das. Super, machen wir erstmal so, damit ihr alle das gut sehen. So, hallo. خب از روش اول من میخونم بعد ترجمه میکنیم. Hallo. Super Musik. Was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken Johann. Hey, toll. Ich heiße auch Sven Henken Johann. Was? خب ادامش فکرم همین بود یا کنم ادامش این باید باشه. Sie ist nicht sehr alt. Doch, sie ist 74. Ach, Herbert, ist das deine Frau? Und خانم تو... Achso, ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Oh, Herbert. خب از رو متنش میخونم. Hallo, super Musik. سلام، موزیک فوق‌العاده‌ایه. Was? چی؟ Wie heißt du? اسمت چیه؟ Wie alt bist du? چند سالته؟ Ich bin 25. ببینید اول 5 گفتیم بعد 20. 5 und 20. بیایم اینجا براتون رو من بنویسم. خب 5 und 20. خب ببینید همونطور که گفتیم اول یکان رو میگیم بعد دهگان، وسطش هم یه und میاد. 5 und 20. 5 حالا اگه 24 سالش بود میشد 4 und 20. 24 سال 24. 25. خب So, که اینطور. Ja, und wo wohnst du? و تو کجا زندگی میکنی؟ Wo wohnst du? محترمانه بخوایم بگیم میگیم Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. من در برلین زندگی میکنم. Hey, wow, ich wohne auch in Berlin. منم تو برلین زندگی میکنم. Auch یعنی همچنین. تکرار کنید. Auch یعنی همچنین. Ach ja, واقعا جدی میگی؟ Ja, ich bin 25 und lebe in Berlin. من 25 سالم و تو برلین زندگی میکنم. Und wie heißt du? و اسمت چیه؟ Ich heiße Sven Henken Johann. من اسمم Sven Henken Johannه. Hey, toll. چه عالی. Ich heiße auch Sven Henken Johann. منم در واقع اسمم همینه. Was? چی؟ حالا محترمانه was میشه wie bitte. Wie bitte؟ خب در ادامه
Sie ist nicht sehr alt. اون خیلی سنش بالا نیست، خیلی پیر نیست. Doch, sie ist 74. اون 74 سالشه. 74. Ach, Herbert, ist das deine Frau? Herbert, این خانوم توه، همسر توه. Elvira, bitte. Elvira, چی؟ Bist du verheiratet? متأهلی؟ Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. نه الویرا، من متأهل نیستم. Nein, oh Herbst. خب این از البته من حدس میزنم اینجا رو اشتباه خوندم، مثلا ربطی به این تمرین نداشت، ولی خب حالا دیگه از روش خوندیم. خب بریم سراغ کتابمون. خب در اینجا کجا بود؟ اینجا بودش. خب اینجا گفته وی alt sind سون و ندینه. سون و ندینه چند سالشونه؟ که توی فایل هوغن گفتش 25 سال. 25. سوال بعدی wo wohnen Sie؟ کجا زندگی میکنن؟ که جفتشون گفتن این برلین. پس جواب درست میشه این برلین و 25. خب Aufgabe 5b. Ich lese einmal vor. Hören Sie ganz genau zu. Fragen Sie und spielen Sie. Fragen Sie. بپرسید شما und spielen Sie. و بازی کنید. اولی Alter. Alter یعنی سن. Alter. Wohnort. محل سکونت. Beruf میشه شغل. Herkunft میشه اصلیت، اینکه اهل کجا هستید. Arbeitgeber میشه کارفرما. خب اولی گفته wie alt bist du؟ پاسخ داده ich bin 34 Jahre alt. من 34 سالمه. و گفته hey super ich bin auch 34. hey عالیه، منم 34 سالمه. حالا بیایم در واقع این سوالایی که اینجا آورده رو دونه دونه با هم دیگه جواب بدیم، یعنی خودمون سوال درست کنیم. خب با آلتا یا سن یه سوال خودش درست کرد. حالا من از شما می‌پرسم، شما جواب بدید. Wie alt sind Sie؟ محترمانه پرسیدم. höflich. Wie alt sind Sie؟ بگید من 42 سالمه. بگید بهم. Ich bin 42 Jahre alt. کاملا درسته. حالا ازت میپرسم کجا زندگی میکنید؟ بذارید من اینو اینطوری کنم. خب میخوام راجع به وون اورت شما بپرسم. میپرسم ازتون wo wohnen Sie؟ کجا زندگی میکنید؟ به من بگید من در تهران زندگی میکنم. اصلا شهرهای ایران چرا بگیم؟ آلمان رو میگیم. بگید من در مثلا هامبورگ زندگی میکنم. میشه ich wohne in Hamburg یا Hamburg. Ich wohne in Hamburg. بعدی beruf. شغل در واقع. از من بپرسید شغل چیه؟ اینو خوندیم تو صفحه قبلی، دقیقا اینو کامل با هم دیگه یاد گرفتیم. چی میگید؟ Was sind Sie؟ بذارید براتون بیارم. Was machen Sie beruflich یا was sind Sie von Beruf؟ اینها 6. Was sind Sie von Beruf یا was machen Sie beruflich؟ خب هر دوتاش در واقع درسته، فرق نمیکنه کدومو بگید. هم میتونید بگید was machen Sie beruflich، هم میتونید بگید was sind Sie von Beruf. حالا دوستانه اگه بخوایم بگیم میشه was machst du beruflich یا was bist du von Beruf. خب اینجا رو پاک میکنیم یه بار دیگه. خب حالا راجع به شغل رو ما تو جلسه قبلی با هم دیگه یادتون باشه خوندیم. به این صورت شغل رو میپرسید. حالا از من بپرسید شغل چیه؟ به صورت محترمانه. درسته؟ Was machen Sie beruflich یا was sind Sie von Beruf؟ حالا دوستانه از من بپرسید. Was machst du beruflich یا was bist du von Beruf؟ کاملا درسته. اینجا داشتیم که من مثلا میگم ich
arbeite als فرزن الکترونیکا. به عنوان مثال این اش هم باید با حرف بزرگ بیاد. اصلاح میکنه. آره. Ich arbeite als Elektroniker. خب سوال بعدی چی گفته؟ سوال بعدی گفته Herkunft، ملیت، اهلیت. این دیگه خیلی راحته. به من بگید اهل کجایی؟ Woher kommst du؟ یا woher kommen Sie؟ که من پاسخ میدم Ich komme aus dem Iran. من اهل ایرانم. بعدی Arbeitgeber. Arbeitgeber یعنی کارفرما. مثلا کارفرمای شما کیه؟ شما میگید Ich arbeite bei مثلا X Media. من نزد X Media کار میکنم. Arbeitgeber من شرکت X Media هستش. خب اینم در واقع از تمرینی که این قسمت میخواست با ما کار کنه. خب این قسمت ها رو بهتون گفتم به صورت جداگانه تو جلساتی آینده ویدیوهای مکالمه خودمون درست میکنیم که بتونیم بهترین استفاده رو برای تقویت مهارت مکالمه شما رو داشته باشیم. خب بریم سراغ صفحه بعد. next Seite 16. خب دیگه اعدادا رو قشنگ یاد گرفتید جلسه قبلی. 16 Seite 16 Aufgabe 7 einen kurzen Text über sich schreiben. ein kurz یعنی کوتاه. kurz یعنی کوتاه و lang یعنی بلند. میگه یک تکست کوتاه در رابطه با خودتون بنویسید. einen kurzen Text über sich schreiben. Lesen Sie den Steckbrief und den Text und markieren Sie die Verben. Lesen Sie den Steckbrief und den Text. این میشه در واقع Steckbrief ما و میگه این Steckbrief و متنش رو بخونید و فعلها رو علامت بزنید. die Verben. خب بریم ببینیم چی گفته. اینجا این خانوم هستش که در واقع خودش رو معرفی کرده. فونامه یعنی اسم کوچک. گفته فونامه من هست مته. فامیلین نامه هست سونسن. اگه درست خونده باشم سونسن. آره فکر کنم. هرکونفت یعنی ملیت. اهل کجاست؟ گفته دنمارک. دانمارکیه. وونورت کوپنهاگن. محل زندگیش کوپنهاگنه. بروف شغلش هست شتودنتین. جوب als کلنرین یعنی دانشجوی خانومه. میبینید آخرش ای ان گرفته. دقت کنید آخرش در واقع اینها ای ان گرفته چون مؤنث. اگه مذکر بود میشه شتودنت. جوب als کلنرین. شغلم هم در واقع کلنرینه. اگر گارسون آقا بود میشه جوب als کلنر. آلتا 24 سالشه. 24 Familienstand یعنی وضعیت تأهل. زینگل. کیندا keine کیندا. توی اروپا خیلی از دانشجوها زمانی که در واقع دانشجو هستن به عنوان گارسون کار میکنن. یعنی ممکنه مثلا توی رستورانی 80-90% گارسونا همه در واقع در حال تحصیل یا آوسبیلدونگ باشن و یک چیز کاملا عادیه توی خیلی از کشورهای اروپایی. مثلا به خصوص توی ایتالیا تعداد خیلی زیادی از جوونا در واقع شغلشون گارسونه کنار تحصیلات. خب اینجا حالا اومده متن رو کامل گفته. همین چیزی، همون تمرینی که ما با همدیگه کردیم تمرین قبلی، اینجا اومده گفته Ich heiße Mette Svensson und komme aus Dänemark. Ich wohne in Kopenhagen. Ich bin Studentin und habe einen Job. Ich rufe dich später an. Ja, tschüss. خب ich heiße یه بار دیگه ازش میخونم. Ich heiße Mette und komme aus Dänemark. Ich wohne in Kopenhagen. من تو کوپنهاگن زندگی میکنم. Ich bin Studentin und habe einen Job als Kellnerin. و یک شغل دارم به عنوان کلنرین. Ich bin 24 Jahre alt.
Single und habe keine Kinder. خب بیایم این رو ما یه بار خودمون درستش کنیم. چطوری یعنی؟ مثلا ما میایم راجع به یه آقایی که در واقع چرا آقا؟ یه خانوم همیشه مثالمون با آقایونه. راجع به یه خانومی که مثلا اسمش هست فرزن اوته، یه اسم ایرانی بگیم، بعضی وقتا هیچ اسمی یهو تو ذهنم نمیاد. میریام، یه خانم به اسم میریام، مثلا میریام منزلین. خب خانم میریام منزلین رو میخوایم با هم دیگه معرفی کنیم. فرض میگیریم خانم میریام منزلین مثلا اصطلاحاً الکترونیکا هستش. خب حالا میخواد خودش رو معرفی کنه. میخوام اینو من فارسی میگم، شما به آلمانی من بگید. خب بگید که اسم من هستش میریام منزلین. چجوری میگید؟ ایش، درسته؟ های سه، درسته؟ میریام منزلین. بسیار عالی. حالا بگید که من اهل مثلا سوئیسم. und komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. من اهل سوئیس هستم. خب Ich komme aus der Schweiz. من اهل سوئیسم. حالا بگید که من توی برلین زندگی میکنم. und wohne in برلین و در برلین زندگی میکنم. خیلی عالی. بگید که در واقع من یه شغل بگیم مثلا راننده تاکسی اصلا. بگید که من راننده تاکسی ام. میگید چی؟ Ich arbeite als Taxifahrer. اینو صرفا گفتم چون کلمه جدیدی یاد بگیرید. Taxifahrer میشه راننده، تاکسی که میشه همون تاکسی. Taxifahrer. من در واقع به عنوان Taxifahrer کار میکنم. حالا بگید که من 28 سالمه. چجوری میگید؟ Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt. بگید که متأهل هستم، 2 تا هم بچه دارم. چجوری میگیم؟ Ich bin verheiratet und و دارم 2 تا بچه. habe 2 Kinder. خیلی عالی. habe 2 Kinder. خب بگید که من در واقع جدا زندگی میکنم. بگو که ما با هم زندگی نمی کنیم، یعنی ایشون و همسرشون. میگیم چی؟ Wir leben nicht zusammen. ما با هم زندگی نمی کنیم. بگید ما جدا شدیم. Wir sind getrennt. ما جدا شدیم از هم. اوکی؟ این هم در واقع یک رزومه راجع به یک خانم میریام منزلین. حالا شما میتونید راجع به خودتون یک همچین رزومه‌ای در واقع درست کنید. خب دوستان، برای اصلاح جملاتی که درست میکنید، مثلا الان یه متنی شما درست میکنید راجع به خودتون، نمیدونید درسته یا نه، حتما از چت جی پی تی استفاده کنید. خیلی میتونه کمک کننده خوبی حین آموزشتون باشه. از متن عکس بگیرید یا متن رو بنویسید براش و بدید اون براتون تصحیح کنه و اینطوری در واقع یک رفع اشکال همیشگی کنارتون دارید. یه معلمی دارید که همیشه اشکالاتون رو رفع میکنه. به خاطر همین حتما چه توی کتاب کار اگه ایراد دارید، چه تو خود زبان تو جایی رو خوب نمیفهمید، از چت جی پی تی استفاده کنید. هرچند با کمال میل میتونید توی کامنت ها هم برای بنده بنویسید. خب این میرسیم به پایان این درس. درس 2 بود. امیدوارم که به خوبی یاد گرفته باشید. تو این درس ما انواع فعل‌های machen، arbeiten، haben، sein رو با همدیگه یاد گرفتیم. حالا جلسه بعدی چند تا مثال از این فعل‌ها براتون میارم که باهاتون کار کنم
و یه محکی بزنم دانشتون رو. بعد انواع معرفی شغل ها و سن و وضعیت تأهل و اینا رو یاد گرفتیم. یعنی واقعا این جلسه، این درس به خصوص خیلی درس کاملی بودش. بعد آلس و بایو اینو یاد گرفتیم، فهمیدیم وقتی بخوایم بگیم به چه عنوانی کار میکنیم از آلس استفاده میکنیم، بخوایم بگیم کارفرمامون که پیش کی کار میکنیم بای میگیم، و بخوایم بگیم در کجا زندگی میکنیم از این استفاده میکنیم. فهمیدیم که اسامی تو زبان آلمانی مؤنث و مذکر داره. اگر اسمی مؤنثه آخرش en میگیره، یه سریاشون علاوه بر اینکه en میگیرن یه کوچولو هم تغییر میکنن، مثل پزشک که پزشک آقا میشه der Arzt، پزشک خانم میشه die Ärztin. آی اولش 2 نقطه میاد بالاش میشه آ املات. بعد منفی کردن رو یاد گرفتیم که چطور با kein و nicht منفی کنیم. یاد گرفتیم که kein برای منفی کردن اسم، مثلا میگیم ich habe keine Kinder, ich habe keine Autos, ich habe keine Wohnungen یا keine Wohnung. و nicht هم برای منفی کردن هر چیزی به غیر از اسمه. مثلا اینجا گفته wir leben nicht zusammen، ما با هم زندگی نمی کنیم. sie wohnt nicht in Köln، او توی کل زندگی نمیکنه. خب این هم از پایین این درس. ببینیم جلسه بعدیمون چه درسی دقیقاً، خودمون رو آماده کنیم براش. درس خیلی اینم خیلی درس قشنگیه، اینم فوق العاده درس قشنگیه. حالا ان شاءالله جلسه بعدی با هم دیگه این درس رو یاد خواهیم گرفت. فقط حتما برید سراغ کتاب کار رو حتما حل کنید. بدون تمرین زبان رو یاد نخواهید گرفت. و رسیدیم به پایان این جلسه. خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که کلاس مفید بوده باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به امید فردایی بهتر.